لخت کیو دوست داری ببینی؟ نفر اول سورپرایزتون میکنه. گلم همه با تناز لختش قشنگ تناز لختش. و شما واقعا برای اینکه پیکر یک دختر ایرانی دست عراقی ها نیفته 3 شهید دادید. بله. چی بود ماجراش؟ از ستاد گردان به من خبر دادن که یک دختر ایرانی را به یک تیر آویزان کردن، باید بریم بیارمش. سیاره خودش اقدام کننده همینه، حتی میره پای تیر وای میسته، یه نفر میره شونش بر میره از بالای تنابش میبره میاره پایین، میپیچونن پتو منافع برانکار آوردن. همونجا در همون عملیات 2 نفر شهید شدن. سومی هم هست، سومی مجروح جنگی شدیده، میاد بعدن شهید میشه. بعضی از من ایراد گرفتن، شما برای آوردن یک جسد 3 تا 2 تا شهید داریم. گفتم بعد 10 تا هم بود میدادم، خودم هم اگه لازم بود میرفتم. چرا؟ این صحبت یک دختر آبادان خرمشهری نیست. بله. این ناموس کشور ایرانه. ملت ایرانه. چجوری من قبول کنم جسد یک دختر ایرانی اونجا آویزون بشه من بمونم؟ خود به این غیرت من اگه این کارو بکنم.